Hi guys, hope you're doing well. Welcome to Easy English channel and welcome to the second part of grammar series. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به چنل یوتیوب ما خوش اومدید. این دومین قسمت از سری آموزش های گرامرمون هستش. اگه ویدیو قبلی رو ندیدید حتما ببینید تا آموزش گرامر پرزنت سیمپل رو از دست ندید. خب بچه ها، امروز میخوایم در مورد present continuous صحبت کنیم. گرامر که بسیار کاربردیه و بعد از present simple، بعد از حال ساده، خیلی ما ممکنه که با هم اشتباهشون بگیریم و قاطیشون کنیم. present continuous یا همون حال استمراری وقتی به کار میره که یه فعالیتی، یه کاری در استمرار باشه، continuing باشه، ادامه دار باشه، یه چیزی نباشه که انجام بشه و تموم شه. مثلا I cut my feet، پامو بریدم، این تموم شده، یه اتفاق یه لحظه ای بوده. ولی مثلا وقتی میگی I am swimming، دارم شنا میکنم، یه کاریه که توی یه دوره زمانی، یه period of timeی هستش که داره اتفاق میفته. بچه ها، به طور کلی present continuous اولین کاربردی که داره talking about something is happening now، چیزیه که همین الان داره برای ما اتفاق میفته. من الان دارم چیکار میکنم؟ I'm teaching you. مثالاشو ببینید. I'm helping my mom. She is washing dishes. They are going shopping. میبینید؟ همه داره الان اتفاق میافته و نکته‌ای که داره اینه که ing فرم بعد از فعل ساده میاد. فعلمون هیچ وقت ساده نمیاد و مهمم نیستش که حالا شیه، ایته، هیه، دیه، ویه، اصلا مهم نیست. فعلمون ing میگیره. دومین کاربردی که داره talking about arrangements in the future، در مورد برنامه هامون، قرار هامون توی آینده. We use it about plans and arrangements which have been coordinated and we are sure about them. در مورد قرارهایی که تو آینده است و ما اونا رو دبل چک کردیم، هماهنگشون کردیم، مطمئنیم بابتشون و 99% اینا قرار اتفاق بیفته. I'm having an appointment today afternoon. این قراره برای من اتفاق بیفته. مطمئنم بابتش. یه قراریه که چکش کردم. She is meeting his boyfriend tomorrow. They are going shopping tonight. بابتش برنامه ریزی کردم و بابتش مطمئن هستم. حالا ببینید، ما گفتیم که فعل هامون ساده نمیان و حتما باید ing بگیرن. توی ing فرم ما خیلی کاری لازم نیست انجام بدیم، اصولا خیلی کارمون سخت نمیشه، ولی توی بعضی فعلا ممکنه ing ما رو اذیت کنه. ببینید توی اکثر فعلا مثل ستون اول مثلا where یا ing میذاریم میشه wearing، go میشه going، show میشه showing و ادامه مثال هایی که داریم. ولی یه سری فعلا هستن مثل فعل smile یا chase، آخرشون با ای تموم میشه، بهشون میگیم verbs ending in e. اینا رو باید ایشون رو حذف کنیم و بعد از اینکه ای رو حذف کردیم ing رو بذارید. ببینید اسمایلینگ چه شکلی شد، چیسینگ چه جوری شد، بایتینگ چه جوری شد و باقیش behaving، assuming and joking. یه سری فعلای دیگه هستند که با یه حرف صدادار و یه دونه بی صدا تموم میشن، آخرش بدون صداست. بهشون میگیم verbs ending in short vowel and consonant. مثل chat، میبینی چتو با یه A و T تموم میشه. وقتی بخوایم ing بگیره تیش 2 بار تکرار میشه، بعد ing میگیره. stop، stopping، drop، dropping و ادامه مثال هایی که داریم. خیلی کار پیچیده ای نیست، به مرور زمان که بهشون برخورد میکنیم حفظ میشیم. الان این به طور کلی قانون کلیه که چجوری فعل ing میگیرن و همونجوری که دیدیم مثلا فرم present continuous رو میگیم چی؟ میگیم I am going، you are going. یه دونه to be verb اون وسط هست قبل verb plus ing که میخوایم ببینیم تو subject ها و فاعل های مختلف چه شکلی میشه.
to be verb توی I میشه am که خلاصش میشه I'm، یعنی اینم بنویسید درسته، هیچ غلطی اشکالی نداره. ولی اصولا توی نامه‌های اداری و وقتی که میخوایم رسمی صحبت کنیم کامل مینویسیم، ابریویشنش رو نمینویسیم. You میشه are، he is، she is، it is، we are، you are، they are. you are جمع دیگه که میشه you are. اینا خیلی ساده است که مخففش چجوری میشه. فقط خواستم که بهشون برخورده باشید. و نکته‌ای که باید بهتون بگم اینه که present continuous مثل present simple و همه تنس های ما 3 تا فرم داره: affirmative form، negative form، question form. مثبت، منفی، سوالی. مثبتش فرمولش چه شکلی میشه؟ اول subject داریم to be verb با توجه به سابجکتمون، verb plus ing داریم، rest of sentences. میگی چی؟ میگی you are doing your assignments. مثلا he is having dinner, they are going to buy that chocolate. میبینید؟ اول subject داریم مثلا to he، بعد is داریم که to be verb با توجه به subject، having verb plus ing، حالا dinner هم که میشه ادامه جمله. negative form subject to be verb با توجه به subject، not verb plus ing rest of sentence. We are not watching TV یا we aren't watching TV. They aren't talking together یا they are not talking together. جفتش درسته. و میبینید کار خاصی ما اینجا نداریم. Question form to be verb subject verb plus ing rest of sentence. یه چیزی رو که باید بهتون بگم اینه که to be verb میتونه به علاوه not بیاد. یعنی are you doing your homework یا aren't you doing your homework. جفتش درسته. Is she visiting doctor یا isn't she visiting doctor. یعنی میخوام بگم که question فرممونم میتونه شکل منفی و مثبت جفتش باشه. اگه بخوایم منفیش کنیم بعد to be verb یه not میذاریم، اگه نخوایم همون جوری میذاریم. و در جوابش are you doing your homework اگه بخوای کوتاه جواب بدیم میگه yes I am. Is she visiting doctor? Yes she is. یا کاملش میشه yes she is visiting doctor. اینم از این. بچه ها این قسمت از گرامرونم به پایان رسید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. منتظر قسمت های بعدی از سری آموزش های گرامر که احتمال زیاد adverbs of frequency هست باشید. کلی نکته خوب و خفن داریم براتون. اگه از ویدیوهای ما خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. اگر هم سوالی داشتید کامنت بذارید. دوستتون دارم. فعلا